از کامپیوتری که اندازه اتاق بود تا لپتاپی که روی میزته. این داستان فقط 50 سال طول کشید. 1975 آلتایر 8800 اولین کامپیوتر شخصی عرضه شد. دستگاهی ساده ولی شروعی برای آینده بود. 1976 استیو وازنیاک به همراه استیو جابز اپل 1 و سال 1977 اپل 2 رو ساختند. اپل 2 اولین کامپیوتر با صفحه نمایش رنگی بود. 1981 IBM PC عرضه شد. برخلاف اپل، IBM معماری این کامپیوتر رو در اختیار شرکت‌ها گذاشت تا هر کسی بتونه نسخه خودش از این کامپیوتر رو بسازه. 1984 مکینتاش با اضافه کردن آیکون، رابط کاربری گرافیکی و موس تجربه کاربری رو به طور کامل تغییر داد. دهه 90 فراگیر شدن اینترنت. با روی کار اومدن ایمیل، وب و چت روم ها، کامپیوترها دیگه فقط یه ماشین حساب ساده نبودن. این بود از داستان پیدایش کامپیوترهای شخصی، از جعبه‌ای که ضرب و تقسیم انجام میداد تا کامپیوترهایی که دنیا بدون اونا قادر به ادامه حیات نیست.